مویره با خدا کو دختری زوری نازد میبینه مویره پروستات اینو من برو. دوست ندارم. اکی معروف از الله بترس و از معاونان شیطان مباش. در پیش 2000 آدم با یک زنی بی حیا چنین صحبت کردن چی معنی دارد؟ شاید بگویی که من او را نصیحت می کنم، ولی این طریقه نصیحت نیست. با این کارت جوانان را به بی حیایی می کشی. در کجای یک بداخلاق و بی حیا بود مشهورشان کردی و اینک آنها در جامعه به مثل یک ویروس بداخلاقی و بی حیایی را پهن دارند. نوارهای تو بغیر از هرزگویی و مردم رو به گپ گرفتن چیزی دیگری نیست. نواری کسی رو مانده او رو تحقیر و اهانت میکنی، گویا نصیحتش میکنی و از کار خطا باز میداری، ولی برعکس او رو مشهور میکنی. مگر با تحقیر و اهانت میتوان کسی رو اصلاح کرد؟ بعضی وقت آشکارا دشنام فحش میگویی در جایی که زنان تو را میبینند. مگر یک مرد مسلمان همین طور در پیش مردم دشنام فحش میگوید؟ براستی در نوارهای تو نه فایده دینی است نه دنیوی. یک چیز پند کن که الله از آن راضی باشد، نه شیطان. اکی معروف، نصیحتم را به خاطر الله بپذیر.